خیردین من میکنم. برایت یک چند لباسی تازه آوردم. اون روز به حضور گپ زدن نتوانستیم. لازم نبود. چه لازم نبود؟ حالا هم همون لباس ها در تنت. تو حال عوض نکرده ای. چرا با من اینقدر غمخوار شدی نباید؟ خیردین برای خانه خواطر نمیشوی. ما رو پزما نشدی. با خدا من به تو نمیتوانم. خودم رو یک و تنها حس میکنم. از مجبوری در خانه میایستم. به خاطر فرزندانم میایستم. بیا یک روی نکن و به خانه برگرد خیردین. تو فکر میکنی که من از روی یک روی هم در اینجایم؟ نخواد من از روی یک روی آیلم را ویران کنم. تو هنوز هم مرا نشناخته ای نباید. نشناخته ای. حاضر با تو یک چیزی میگویم که دوان همراه هم به خانه میروی. البته اگر خیردینی پیشتر باشی. نبردار میشویم و باز دوگانی کن. یاسو من حامله. یعنی امیر پدر میشود؟ بله. مبارک باشد. خرسند شدم گفتن میخواهم اما زبانم نمیگردد. روز تولد یاسین و امینه چقدر خرسند شده بودیم. نگر حالا در کجایم؟ خانه‌مان بی نبیره ماند. شرف عائله خوشبختش را پراکنده نمود. دردناک است. اگر به خانه روم کی را میبینم؟ با کی روبرو میشم؟ برای همین به خانه رفتن نمیخواهی ها؟ شرف خانه همون رو ترک نمود خیردین. بر اومده رفت. گلخانه رو باشد به فروش گذاشت. من خودم تنها هیچ کار کرده نمیتوانم. گفتنیم که خوب فکر کرده بعد خلاصات رو برار. خیر در امان خدا. اضطراب یگانه دوستی وقتی تنهاییم. روح و جان و قلبم شده اند افکار. کمی خواهم راحت در پیریم. غم و درد مرا می کند بیقرار. قرضی بانک، کwitansiای آب، قرضی بانک، باز کwitansia. این رو به تو فرستادند؟ با من؟ در باغش فریده نوشته شده است. چی در این خونه یگان فریده دیگر هست؟ آمدن ندارو چند روز شد. از وزیر برای تو مکتوب میفرستند. تو چی اینجا رو خونه خودت فکر کردی؟ آفرین. عقل داشته باشی دخترت رو تنها نمیگذاری. چی شد؟ چی نوشته شده است؟ نه چیزی نیست.
برای زنده ماندن به این احتیاج دارید پدر. به این نفس کشیدن نمیتوانید. من هم به شما احتیاج داشتم پدر. خردسال بودم. چند مرتبه به نزد درتان رفتم. در درون بودنتان را هم میدانستم، لیکن اون جنونی لعنتی هر دفعه دروغ شده. پدرت در خانه نیست، رفته بعد از نیم ساعت بیا. انا همین طرف میگفت. خردسال بودم. شما را منتظر شدم، لیکن شما بعد از نیم ساعت نمی اومدید پدر. نیم ساعت یک طرف است. بینید حتی 5 دقیقه هم طاقت کردن نمی توانید. به دارو در چه حالید؟ من تا این وقت همین لحظه را انتظار بودم پدر. چرا شما مرا دوست نمی داشتید پدر؟ چه شد؟ به نزد پدرش رفت دوان رفت. حتی تا صبح انتظار نشد. او را تعقیب نمودی؟ در آمدنش را دیدی؟ البته تعقیب نمودم. او به خانه در آمده، من به اینجا آمدم. نقص خانه و دری با حشمت را دید و چشمانش مثل چراغ روشن شدند. کی میداند آدم مثل کارمندی زمین سنج و چین کردنی حولی خانه‌اش سر کرده است. از گلخانه خبر است؟ کاش روی راستان را نفروشند. حالا هم در اونجا لفها و ویزم است. هیچ گپ نه، برای همین یک خریداری شناس دارن. یاری نیست، زود باشد. او مرد، پدرم مرد. چی گپ هست؟ خدایا مرده در حقیقت. همدردیم را قبول کنید، زیق نشوید. هیچ نباشد پیش از مردنش یک دیگرتون را باری آخر دیدید. در وقتی مردنش با مهر به من نگریست، به ناگاه دلش از کار ماند. همدردیم را قبول کنید. خودتون را به دست گیرید دخترم. مرا به کجا میبرید امریکه شهر؟ با تو قول داده بودم که تو رو به نزد پدرت میبرم. با اونجا میرم. به نزد پدرم؟ شما آن دیده؟ گفتید که به نظر رفتن میخوام. حالا با او صحبت نکردم. گوش کن، مبادا اگر از تو پرسد که همراهی که آمدی گوی که یک مرد ناشناس مرا آورد، او رو نمیشناسم. برای چی؟ آخر من شما را میشناسم کو، پدرم هم میشناسم. با پدرت هیچ چیز نگوی، هر چیزی پرسد نمیدونم گوی، فهمو؟ من لشمی تب میگرم. چی میگویی؟ نمیشناسم. ها، آفرین به تو. بیا رفتیم. ایستو نخیز. تو چی کار میکنی اتیلا؟ مادر جان نمیتونم، این طور خوب رفتن نمیتونم. آخر تو مجروح این رو میفهمی؟ خودم رو خوب حس میکنم، وهمه نکنید. اتیلا، هر بلایی که به سرت میآید از روی سبوکیت است. تو کی به گپی من گوش میکرده باشی؟ از برای خدا بس کنید مادر. از تشنگی حلقم خشک شد. رفته برایم از مغازه چای بیارید. من رفته میارم، لیکن وعده ده که از جایت نمی جنبی. التماس پسرم از جایت نخیز، جراحتت کشاده می شود، بعد از او میکشی. مایلش وعده ده؟ مایلش مادر. من زود میایم.
ببین ببخشید، یک شناسمون بیمار است. دیروز او را آورده بودن. نامش اتیلا یگید. میگفتید که در کدام حجره خواب است؟ حاضر میبینم. در حجره 304. مالش تشکر. رفتیم. به این طرف مراد. اتیلا؟ اتیلا؟ خدایا با کجا رفته باشد؟ ببخشید، بیماری در این حجره بوده رو ندیده؟ تو در جایش نیست؟ نه ندیدم. این چه خل می شود؟ خودی حاضر همینجا بود. بهتر از شما با پاسبان‌ها خبر دهید که او را کافته یابند. التماس. مالش حاضر زنگ میزنم. بیبیم خاموش است مراد. آخه بیبیم همین خاموش است گفتم. بیا رفتیم. زودتر زودتر. چیکار کردی گلرو؟ مکانش را عمیق معین کردی؟ نامش چی بود است؟ شد فهمم. تشکر. خیر است. اگر چیز پرسیدن میخواستید؟ نه هیچ چیز. در جنازه اشتراک نمیکنه؟ طاقتی به خاک سپریدنی پدرم را ندارم، لیکن برایش دعا میکنم. مایلش چه خیلی که به شما معقول باشد، لیکن پدرتون به شما یک وصیت نموده بود. پدرتان این را برای شما نوشته بود. بیچاره از کجا میدانست که پیش از مردن از شما به اینجا میآید؟ تقدیر با من گفته بود که کاری کرده این مکتوب را به شما رسانم. نصیب بود است که با شما در همین جا واخریم. خوش آمدید. چه خیلی که مصلحت نموده بودیم، فهمیدی؟ فهمیدم خانم. با کدام رو به اینجا اومدی؟ این چی گپ است اما جون؟ ما و شما بیگانه نیستیم.
ما چطور میتوانیم با آسانی از هم جدا شویم؟ در همه عائله نافهمی ها میشود. همین طور نه؟ خیز از جهت خانم وصیت رو جیغ میزند. خیز گفتم گفم رو نمیفهمی. گنگ بودی کر هم شدی. نغمه نکن. تو چی درده داری؟ وگرنه پس از کارهای دیروزت به نزد من نمی آمدی. بیا جانکم. این دختر حالا هم همینجاست؟ بله. در اینجا نگاه کردن ایسو به پایان رو. دختر در نزد مهمان نشسته است. بیا میگویم نمی آید. ای خدای را ندیدم. عذر میخواهم. صحبتتان رو میبرم. امینه دخترم اینجا بیا. تو در اینجا چی کار میکنی؟ مرا ببخشید آخر کودک است. این کودک دختری شماست؟ بله. اینجا بیا دخترم. تو از پای کارت شو. خوب شده است. اما جان به خدا از شما ترسیدن لازم. مادرش به کی خدمت کردنش رو میدونه؟ گپ رو دروز نکرده مقصدت رو گوی. بعد از اینجا بر اومده رو. به خدا همش معلوم. امروز ادوکاتتون اومده بود. برای تقسیمات میراث نقشه های نو کشیده اید گفت. تو با میراثی من چیکار داری؟ با تو پولی کم دادم مگر؟ حق خودم چی؟ میراثی از پدر موندم چی؟ گویا تا امروز صاحب همه مال و ملک شما باشید که همش رو صاحب شده اید. از پدرت یک تینی پوچک هم نمانده بود. همه داراییش رو در قمار بای داده بود. گمان کردید که به سخنهایتان باور میکنم؟ تا این وقت باور کردم کفایه. اگر خودی حاضر از اینجا نروی تو رو مجبورن از خانه پیش میکنم. حسرت رو جانکم. مادرت رو به اینجا جیغم به او گپ دارم. ایستا دخترم نرو. شما به من کاردار نشوید. من باشم به شما. دختر جانم، کاش همه این را در رویت گفته می توانستم، لیکن نصیب نبوده است. انشالله این مکتوب به دستت می رسد و تو حقیقت را در باره حیاتت می فهمی. تا آن وقت وجدان مرا ناراحت می کند. تو تا از دست جانان بر این زنی ظالم نجات نیابی من آرام نمی شوم. آن زن برای 2-3 تنگه پول شده طفل خردسال را از مادرش گرفت. او تا آخری حیاتش هم باشد میخواهم جزاش را بیند. با آن کودک خردسال یعنی به تو گفتنی همه این قرض پدری من است. جانان مادری اصلی تو نیست. حالا هم اگر دیر نشده باشد به نزدش رفته از او راستش را پرس. رفته مادری که تو را تولد کرده است پیدا کن. این پیری بر جا مانده رو که در وقتش برایت هیچ کار نکرده بود ببخش. بیا چی شد؟ چرا ایستاده ای؟ خانم آسیه ممکن است 1-2 ساعت به بیرون برایم؟ با کجا؟ دخترم رو یافتم. میخواهم با همکش خبر دهم. آخر خیلی زحمت کشید. دخترت رو یافته باشی چرا به پلیس خبر میدهی؟ میخواهم اون بی وجدان رو که اینقدر وقت دخترم را از من نهان میداشت ببینم. با فکر شما من به این حق ندارم. شد میتوانی روی. سرم درد میکند. بیا رفتی دخترم.
خوب تا نگاه کن. او 2 ساعت پیش از همه جا زنگ زده است. به خدا در خاطر ندارم آقا. لبی امیر. شرف، تو در کجایی؟ حاضر میگویم. شرف، از مرکز در کجا بودنت را معین کردند. من این زمان در نزدیکی های تو هستم. در کجا بودنت را گفت زن، من میآیم. تو تنها نیستی، همراه گروهت آمده ای. مرا دستگیر میکنی؟ شرف، فقط هر دویمان تنها وا میخوریم. تو اصلی واقعه را با من نقل میکنی. شاید در این حال به تو کمک کرده توانم. یگان کسی دیگر نمیآید. شرف، تو چرا با من باور نمیکنی؟ گفتم که تنها تو و من. امیر، اگر مرا فریب دهی چی؟ شرف، فریب نمیدیم. با من باور کن. شرف میشنوی؟ نزد استراحتگاه شیلا با همان جولیا. میرویم سردورم. جایش را گفت. همراه میرویم، لیکن شما پنهان میشوید. فهمو؟ فهمو. برار دخترم، تو با پایان رو من حاضر می آیم. به شعبه پلیس رفتی؟ رفتم. چی گفتند؟ از تو چی پرسیدند؟ امیر به بیرون شهر بر آمده است. من به او مکتوب گذاشتم. پس از آمدنش زنگ می زند. یا اینکه او رو به اینجا جیغ زده همش رو می فهمانم. نه، یگان کس رو به اینجا جیغ نزن. با او رفته در بیرون صحبت کن. البته، چه خیلی که شما خواهید. از پای کارت شو. ماشین بارکش را آوردید؟ بله آوردیم سردار. 1-2 روز انتظار شده، بعد به شرکت خانم آسیا پس میگردانیم. گویا از سفر آمده باشد. حجتهایش را هم آماده کرده ایستادیم. از آن سگ‌ها یگان خبر هست؟ 3 نفر بودند. یکی از راننده ها مرده است، دیگرش را کافته ایستادند. پیش از پلیس ها شما آنها را میابید، وگرنه حیات هممون میسوزد. میفهمی؟ آبرویمان 2 پول میشود. بگاه میبینید که کودکانی دیروز از صد راهمون میشوند. شما پروا نکنید سردار، آدمانمان از پسشان هستند. آنها را زنده میخواهم، جزایشان را خودم میدهم. فرما سردار. بیا. تو نمردی؟ رو گیر ابله. زود گردن. لیلا در کجاست؟ من نمیدونم. همون شب را گرفته بردند. پسرم را در کجاست؟ او در کجاست؟ باید در خانهش باشد. سراغش را به من ده. نمیدونم. من از کجا میدونم؟ گوش کن، من قسمم را شکستم. اگر نگویی کشتن رو از تو آغاز میکنم. مرا به غضب نآور. من گناه ندارم. مرا رها کن. اینقدر خودت را مسکه بگناه نگیر. زود جایش را گوی. بیکاس محله نو کوچه زوفون خانه 14. من همین خیر روا کنم.
این آدم حتما ما را می‌یابد. قسم خورده است. بهترش از اینجا رفتن لازم. گفته بدید که مرا به نزد پدرم میبرید. ملش وعده میدهم که میبرم، لیکن حالا نه، فوراً از اینجا رفتن ما لازم. نمیروم، به نزد پدرم رفتن میخواهم. مراد تو گپ رو نمیفهمی، مرا دیوانه کردن میخواهی. پدرت به این هم از پس هم است، آمده مرا میپروند. تو چه خیلی انسانی؟ مراد باور کن، من هم میخواهم که تو را به نزد پدرت برم، اما برای این کار را کردن باید به گپم گوش کنی. میلش امیر، آن آدمان در پیش چشمان پلیس را پراندند و بعد به سرم سلاح گذاشتند. فهمو شدم. شد آرام شو. در امنیت هم انا همین خیل بیانات میدهی. چی؟ پس از بیانات دادن آزاد میکنم؟ گفتی که ماشین را یافتم، مواد مخدری در ماشین بوده را چی طور اثبات میکنم؟ شرف، من به تو باوری دارم. برای بیگناهیت را اثبات نمودن کاری از دستم آمده را میکنم. پس از یک چند ماه این مسئله حل خود را مییابد. تو مرا مسخره میکنی؟ چه خیلی یک چند ماه؟ مرا بیگناه حبس میکنن. شرف، پلیس رها کند هم از آنها رهایی نداری. از همه جای بیخبر برای تو محبس است. عقل داشته باشی دخترت را تنها نمیگذاری. امینه تو چی کار میکنی؟ در حجره من چی میکوبی؟ امینه نیست. شاید گریخته باشد. آخر این بار اول نیست کو. خاموش است. دیگر این طور نگوی، فهمیدی؟ امینه دیوانه شده ای. اونجا حجره خانم آسیه است. و تو چی شد حسرت؟ مرا فراموش کردی؟ آخر ما یکدیگر رو دوست می داشتیم. مادرت رو دیدم مرا فراموش کردی. حتی نگاه نمی کنی. مرا زیق مکن. هردیتان رو بکشم. مراد بیا خیز می رویم. کشا در رو، کشا بدیرو مرو، مرد باشی در رو کشا. مراد پسرم همین جایی. مراد در رو کشا. پسرم با تو میگویم در رو کشا. تو مرد هستی ابله، مرد باشی در رو کشا. مراد پسرم، مراد. پدرم اومدن. ایستو آرام شو، در رو نکشو. میلش مرا فهمیدی، در رو نکشو. کشا در رو. پدر مراد پسرم. پدر منم تو رو پدمال شدم، خیلی پدمال شدم پسرم. پدر
مرا دیگر پتفتن نروید مالش. من شما رو خیلی پزمان شدم. امیر تو چیکل داده راستی؟ کمک میکنم گفتی. حالا باشه مرا دستگیر کردن میخواهی؟ شرف با گریختن کارمان را دشوارتر میکنی و با این کارت آدمان از من شبهه میکنن. بیا بهترش همراه من به امنیت رفته بیانات نویس. بیهوده آدمان را سرگردان نکن شرف. من بیگناه بودنت را میدانم. یار و رفیقانت نیز میدانند. برای همین مرا حبس کردن میخواهی؟ مادامی که من بیگناه باشم چرا مرا دستگیر میکنی؟ شرف چرا تو گپ را نمیفهمی؟ نه امیر گپمو نمیروی شرف. من میروم و هیچ کجا نمیروی شرف. اگر روم کی مرا باز میدارد؟ من باز میدارم. اگر توانی باز دار. شرف شرف اینجا بیا. با من دروغ گفتی امیر. شما ایستید شرف. شرف در همینجا بودن از را میدانم. شرف بیرون برا. شرف گوش کن به من. باری آخر رو گام میکنم و بیرون برا. تو کجا گریختن میخواهی؟ از تو بر این دادر بذارم. تو را رفتن نمیگذارم شرف. به یکون رفتن نمیگذارم. کاری تو نباشد. من به تو باور کردم امیر. حالا یک بار به گپم گوش کن. امیر مرا سرده. امیر خود از مرا مجبور کردی شرف. امیر سرده. خودی حاضر همراهی من به امنیت بیروی. فهمیدی؟ نباید این کارو بکردی. شرف چیکار میکنی؟ بچه ما میپرانی؟ بچه یکت این برای ترسانیدن بود. لیکن اگر باز گریزی در حقیقت میپرانم. مرا میپرانی. میکشی مرا. پرا من خوبم. از پسی گمان بر شده دارم. بستر امینه مایلش جانکم تو باز دید. خودت رو احتیاط کن.
یگون گپ شد؟ من میخواستم امینه رو خوابانم. دیگر این طور به صدا ندارو. میلش پیش از در اومدم آوازت رو براش. مرا ببخشید خانم. شبی خوش جانکم. میلش خیلی براننده بگو کمی دیرتر بروح میبرایم. خوب شده است. آموده شد.
سردارم یا اون چیزی افتاد؟ لباسش را درونده است. دور رفتن نمیتواند. کو زودتر پراکنده شدیم. کابه زودتر. در کجایی تو؟ رفیقم مرا فریب داد. به نزد استا هم او برد. ماشین را هم یک جای تعمیر کردیم اکا. این حالا هم یک چیز را گفته ایستاده است. برید مسئلهش را حل کنید. اکا نکنید. آخر من فرزند دارم. من گناه کردم. شما نکنید اکا. اکا التماس یک بار مرا گوش کنید اکا. با گپم باور نمیکنید. پلیس ماشین را افته است. میدونید مواد را با کی بار کرده است. با ماشین شرف افیگیل. شرف افیگیل. زود او را به اینجا بیارید. کمی زودتر باشه. گرفته اینجا بیاره. تو اون نفری رو که ماشینش را دزدیدن میشناسی همینطور؟ اکا گفتم که نمیشناسم. خیلی خوب میشناسی. حتی از نزدیک میشناسی. وای افیگیل ها؟ مادامی که با پای خودش آماده باشه دیگر چی علاج؟ زود مسئله این استا را حل کنید. نباید کسی شاهدی این حادثه باشد. ما به طور خودمون این حادثه را شرح میدیم. خوب کافتکام کرده. دیدیم سردارم در هیچ کجا نیست. فهمه این کاری تر نمیشود. شما به گروهی دیگر خبر دهید. با ماشین ها سوار شده که سوژه را دوام میدهیم. خوب شده سردارم. فهمو سردارم. سردارم در سر کیفتان یه زیخون هست. در کجا؟ کمی پلوتر.
سردارم شما به کجا میروید؟ برادر به ایستگاه میروم. ماشین رو میسپارم. اگر خواهید تا سری راه برم. یک روستایی هست. نامش حسین. با آنجا میروم. تا آنجا دور است؟ چی نکرد؟ در پایین راه با دیگر ماشین سوار میشوید. من برایت ماشین میروم. تشکر. چرا این طور نخواست آمدی؟ یا اینکه یگون واقع شد؟ نه، چیزی نشده است مادر. برگشتم. براستی دیگر نمی روی؟ نمی روم. خدا شکری نامرد. صد شکر. بیا در آراز نیستیم. بیا کنی گذر. گذر. هیچ کس نیست؟ یا سمندر در آن است، حاضر می براید. پدرم در کجایی؟ به مسجد رفتند؟ نپرس. بد نقل می کنم. کنی لباسیت رو برار. در چه حال شده است؟ خدا در جوخته. پدرش رو در چه حال میبینه داره؟ مگر پدرش میشه؟ پدری اصلش نیست است. نه من خودم هم نفهمیدم. پدر جون منم همراه تو میروم. بیا مرادی بیا هم بیا پدرت نیاز رفتی خیلی پسرم زنگ زن آخر زنگ زن صدایت رو شنوم. خدایا کاش پسرم یگم بیعقلی نکرده باشد.
شاید او باشد. آقای غالب در خانه نیستند. من با آقای غالب کاری ندارم. من به شما کار دارم. شما از من چی میخواید؟ من نفهمیدم آخر به شما چی گناه کردم؟ اینها چیستند؟ شما کیستید؟ با من کی بودنتون رو بگویید. مادامی که از من میپرسیدید چرا اینقدر شما زحمت کشیدید؟ من هم این سوال رو به خودم دادنی بودم. چرا اینقدر زحمت کشیدم؟ اکنون به چشمانم نگاه کرده چطور از این خانه گریختنی امینه رو فهمونید خانم؟ من همش رو به شما نقل کردم. دیگر چیزی برای گفتن ندارم. اما من دارم. میدانید حالا امینه در کجاست؟ نمیدونم. در آغوش گرمی مادرش. این چطور شد؟ خودم هم نمیدونم. اما بعد از این خانه گریختنش مادرش رو که چندین ماه ندیده بود یا این چطور شده باشده؟ خیلی خوب. کودک مادرش رو یافته است. باز چی میخواستید؟ من نمیفهمم شما مرا برای چی گناهگار میکنید؟ من از شما حساب دروغ‌هایتان را میپرسم. کنی گپ زنید امینه رو از کجا میشناسید؟ لابی؟ بله منم. چی؟ مایلش مرو در نزد شما است. من زود میایم. مایلش ایستید. من منتظر جواب هستم. گوش کنید. چنانه که در نزد آقای غالب گفته بودید من تنها یک خدمتگار هستم. خدمتگارها همه چیز رو میبینند، میشنوند، اما خاموش نیستند. فهمیدید؟ مرحمت. چرا مرا دیده حیران شدی؟ آخر گفته بودید که به جنازه نمی آیم. نخواستم قرض آخرینی فرزندیم را اجرا نکرده روم. باید مراسم آماده کنیم که به پدرم زیبنده باشد. ما برای دفن همه چیز را آماده کردیم خانم. به روزنامه ها اعلام کردید؟ همه شناسهای آقای ایرال از همین محلند. خوب میشد اگر همچون دخترشان من قرار برارم. به روزنامه ها اعلام کنید. در تمام روزنامه ها نویسند. نفر به خبر نماند. تو به من یک قهوه آماده کن. خوب شده است. شما رو تشویش دادید. چی تشویش؟ سلامت باشید. این طور نگویید. سرتان چه حال دارد؟ خوب است؟ خدا را شکر خوب است. ما هم اکنون رویم. خدا شفا دهد. سلامت باشید. تشکر. تا باز دید. بخوانش نگرید. مثل خانه مرغ باز ما رو پسند نمی کند. مراد جان، وقتی که پدرت آمد مادرت در کجا بود؟ نبود. چند روز است که نمی آید. لیکن تو با کی می استادی؟ با امک یشار. با کی؟ با امک یشار. یشار کیست؟ خانم آسیا ببخشید دیر شد. حاضر آماده می شود. نه تو با من چای آماده باشد. یک پیاله چای بیده. چای را با اتاقتون برم؟ نه همینجا می نوشم. من
یک چیز رو به من گوی. روز اولی کاریت در خانه من مهمانی داشتم. در یادت هست؟ در یادم هست. من در اومدم که او از آشخانه برآمد. تو آن زن را میشناسی؟ نه. خوب فکر کن. شاید او را یگان وقت در یگان جا یا در خانه کسی دیده باشی؟ نه. اینطور باشد در آشخانه چی کار میکردی یا یگان چیز از تو پرسید؟ نه. باید چی میپرسید؟ من چی گفته میتوانستم؟ فهمم. دو میز را آماده کن. خوب شده است. کمی پیشتر با امیر گپ زده بودم. در راه است. حاضر میآید. خوب. لیکن از آوازش معلوم بود که تبش خیره است. مگر شب و روز از پس دوز و راهزنها دویدن آسان است؟ اوه پسری بیچارم. انا بین پسرم با تو چی تیار کردم؟ اینها رو با دستانی خودم تیار کردم. با دستانی خودم پسرکم. تشکر مادر جان. سلامت باشید. پسرم چرا طبعت خیر است؟ خورسند شو پسرم، خورسند. خدا خواهد از این شرمندگی و غیبت رها میابی. پگاه رفته بکار کنی اکتی نکاح رو مینویسی. من هم رفته برای این به مسجد ایوب سلطان شیرینی تقسیم میکنم. امیر است. ایستید مادر جان. من میبینم. خدا جزایت را دهد. چی طور این کارو کردی؟ چی طور این را باطل روا دیدی؟ برادرم گفت تو را دوست میداشت. شرم نداشتی؟ شما چه خیلی انسان هستید؟ خانم جانم قربانت شوم. بیا در درون نشسته گپ زدم. چرا در درون گپ میزدم؟ این کار جای پنهانی ندارد. بگذارش روند. همه حق همسایه شرمندگیتان را فهمم. مردم از نزد در اینها نگذارید. از آنها همسر و دخترانتان را دور نگاه دارید. در این خانه تجاوزکار است. تجاوزکار. همه‌تان از این خانه حذر کنید. همه‌تان. چه میگوید؟ چه میگویم؟ چه میگویم؟ خانم جانان چه میگوی؟ این طور نبود که بزنی دوست رفیقش چشم اول کرده؟ شرم دارید. دو کوچه بالاتر خانه گرفته ای. به همه دغدغه کرده پسرم در خارجی از گفتی. این چی کار است؟ این چی کاری کردگیتون؟ چی کاری کردگیتون؟ ایستا نگریز. و قبر هم در روی اتیلت رو آرام نمیگذارد. فهمیدی؟ اتیلا خبر دارد؟ نه اما البته میفهمد. التماس خانم جانان التماس با اون نگوی. پسرهایم رو جمع ناندازیم. آخر بین لیلا را پرتفته برگشته است. خانم جانان قربانت شوم. برای یک زنی بیناموس فرزندانمان رو جمع اندازه. التجا میکنم. نباید. از این پس اتیله رو در جای جبر دیده نمیمونم. تو به درد خودت مشغول شو. درد خودت رو دوا کن. من از شما بیزار شدم. جانم بالا اومد. خانم جانم مادر جان؟ دیدی؟ در آخر چی شد؟ چی شد؟ همه گناهایت رو پنهان کردم. هر کی به تو زید میبرومد طرفت رو میگرفتم. چرا؟ به تو ضرر نرسد گفته. تو چی کار کردی؟ با یک زنی بیناموس همراه شده خودت رو شرمنده کردی. شرمنده.
شما میپرانی و سوی کار این برای ترسانیدن لیکن اگر باز گریزی در حقیقت میپرانم مرا میپرانی نکشی مرا پرا geçer, kırıp döker benim bütün dallarımı. Zaman akıp gider, acımadan soldurur allarımı. Bir küçük goncayım ahımı kime desem, bülbül bile çoktan kesti feryadını, figanını. Bir küçük goncayım ahımı kime desem, bülbül bile çoktan kesti feryadını, figanını. Deli rüzgar yine vur, sana dur demem. Bıraktığın her istenimde farklı bir de sen. Hadi vur deli rüzgar yine vur, sana dur demem. Bıraktığın her istenimde farklı bir de sen.